أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خب امام نووی در کتاب ریاض الصالحین باب نو را برامون تقدیم میکند، میگه باب الجمع بین الخوف و الرجاء. باب امروزه درباره جمع کردن بین ترسیدن از غضب الله، خوف یعنی ترسیدن از غضب الله، و رجا و امیدواری کردن به رحمت الله. یعنی این چطور ما جمع کنیم، هم از الله بترسیم و هم امیدوار باشیم، اینها را چطور ما جمع کنیم. اکنون در این باب در این مسئله گفتگو میکند. میگوید که اول امام نووی خودش یک مسئله اختلافی را بیان میکند. میگوید که اعلم ان المختار للعبد في حال صحته ان يكون خائفا راجيا. اعلم میگه بدون میگه ان المختار للعبد، هر آینه میگه بهتر برای بنده فی حال صحته، در حالی که صحیح و درست و سالم هست، ان یکون خائفا راجیا، باید خوف هم داشته باشد و رجا هم داشته باشد. خائف و راجی باشد، یعنی هم خوف داشته باشد هم رجا داشته باشد در حال صحیح بودن. میگه و یکون خوفه و رجاء سوا، و باشد ترس و رجاش یکسان و برابر، یعنی که هرچی یخیل باشد. میگه 50% خوف 50% رجا، هر دش برابر باشد. این در حالی است که بنده میگه صحت و سلامت است. و فی حال المرضی، و در حال بیماری بنده، وقتی بنده بیمار می شود، یمحض الرجاء، باید زیاد شود رجا، باید غالب بیاید طرفی رجا، امیدواری به رحمت الله زیاد باشد. و قواعد الشرع من نصوص الكتاب و سنت و غیر ذلك متظاهرة على ذلك، و قاعده های شرع که از نصوص کتاب و سنت گرفتگی هستند، قاعده های شرعی که از قرآن و سنت گرفتگی هستند، و غیر ذلك و غیر از این دیگر قواعدی که از اجماع و از اینها جمع کردگی هستند، متظاهرة علی ذلك، یعنی که متظاهر این هستند، یعنی که تایید میکنن همین قول را، همین چیزی که میگه من گفتم همین را تایید میکند که در حال صحت و سلامتی باید خوف و رجاش برابر باشد، در حال بیماری رجاش بسیارتر باشد. خب این هست مسئله اختلافی. چرا گفتم مسئله اختلافی است؟ زیرا که بعضی علما میگن که باید خوف زیاد باشد از رجا دیده، بعضی علما دیگر میگن نه باید رجا زیاد باشد از خوف دیده. بعضی علما میگن در حالت گناه باشد خوف باید زیاد باشد، حالت گناه و معصیت باید خوف زیاد باشد که انسان دیگر به گناه بر نگردد. و در حالت عبادت میگه باید رجا باشد، امیدواری به رحمت الله که الله انشاءالله این عمل قبول میکنه، این عبادت قبول میکنه. که در کار خیرها میگه باید رجا باشد. خلاصه علما درباره این قولای زیاد دارن، برام خود گفتیم مسئله اختلافی را ذکر میکند. اما امام نووی قول زیبا بیان کرد، در حالت صحت و سلامتی خوف رجا برابر، در حالت بیماری رجا زیادتر، امیدواری به رحمت الله زیادتر. اکنون در همین مسئله دلایل پیشکش میکنه. میگه قال الله تعالی، گفت الله سبحانه و تعالی فلا یأمن مکر الله الا القوم الخاسرون، یعنی ایمین نمیداند، فلا یأمنو یعنی ایمین نمیداند، مکر الله یعنی عذاب الله تبارک و تعالی را، الا القوم الخاسرون مگر اینکه قومی خاسر، قومی زیانکار، قومی شکست خورده این پین میدارن، این طور فکر میکنند. یعنی که فلا یأمنو ایمین نمیداند، یگان کس از عذاب الله در امان نیست، یعنی که در امان بودنش تصور نمی کند. برای خاطر هر کس طاعت میکند، عبادت میکند، سعی میکند، کوشش میکند تا اینکه از عذاب الله در امان بماند. اما میگه قوم خاسر، قوم زیانکار تصور میکند که از عذاب الله در امان است. فهمو؟ پس این دلیل است که یعنی که دلیل مخالفه میگن، مفهوم مخالفه. یعنی چی؟ یعنی ما باید قوم خاسر نباشیم. یعنی چی؟ یعنی که ما خودمون را
از عذاب الله تبارک و تعالی در امان ندانیم، یعنی که 100% نگه ما در امان هستیم، اما امید بکنیم به رحمت الله تبارک و تعالی که انشاءالله ما را الله میبخشد و انشاءالله ما شامل رحمتش میشویم و از عذاب الله در امان میمانیم. خب وقال تعالی، دویم آیت رو میارد، میگه گفت الله سبحانه و تعالی انه لا ییأس من روح الله الا القوم الكافرون. انه هر آینه، هو را ترجمه نمیکنیم، انه هر آینه لا ییأس من روح الله، یعنی ناامید نمی شود از رحمت الله الا القوم الكافرون، مگر قوم کافر. فقط کافرها هستند که از رحمت الله ناامید هستند، یعنی مؤمن رجا دارد، امید بر رحمت الله تبارک و تعالی دارد. بعد از این آیت بعدی را می آورد و قال تعالی، میگه گفت الله سبحانه و تعالی یوم تبیض وجوه و تسود وجوه. یوم روزه، این را در کتابا میگن که مفعول به فعل محذوف، یعنی که اینجا یک کلمه حذف شده است، اصلش این طور است، بیاد بیار، کلمه بیاد بیار یعنی اذکر یوم تبیض وجوه، اذکر اینجا حذف شده است، یعنی که بیاد بیار روز را، بیاد بیار ای پیغمبر صلی الله علیه و سلم روز را، تبیض وجوه و تسود وجوه، سفید میشوند روی ها و سیاه میشوند روی ها، اون روز را بیاد بیاره که هر مسلمان هر مؤمن این روز را بیاد بیارد که اگر روزی در پیش داریم روی ها سفید میشوند و روی ها سیاه و بعضی روی دیگر سیاه میشوند. و قال تعالی، آیت بعدی را میاد میگه گفت الله سبحانه و تعالی که ان ربک لسریع العقاب، هر آینه پروردگار تو سریع العقاب است، حتما لسریع الحساب عقاب، یعنی که زود عقاب، زود عقاب است، یعنی زود عقاب میکند پروردگارت. و انه لغفور رحیم، و هر آینه پروردگارت همچنین بخشنده و مهربان هست، غفور است میبخشد، رحیم است مهربان است برای بندگانش. خب بعد از این آیت بعدی را میگه و قال تعالی، آیت بعدی را میارد و قال تعالی و گفت الله سبحانه و تعالی که ان الابرار لفی نعیم، هر آینه ابرار، انسانهای نکوکار، انسانهایی که کارهای خوب میکنن، لفی نعیم، حتما در نعیم هستند، در نعمت هستند، یعنی چه در بهشت هستند، در جنت هستند. انسانهای ابرار، انسانهای نیکوکار و انسانهای صالح در نعیم هستند، در بهشت هستند. و ان الفجار لفی جحیم، و هر آینه انسانهای بدکار، فجار یعنی انسانی که بدکار است، انسان عاصی و گناهگار و انسانی که ناصالح است، لفی جحیم، اون در جحیم است، یعنی در دوزخ است. خب بعد از این آیت بعدی رو میارد میگه و قال تعالی و گفت الله سبحانه و تعالی فاما من ثقلت موازینه، فاما بتاجکی هم اما، من ثقلت موازینه، هر کسی که وزمین شد موازینش، یعنی میزانهایش، یعنی که آنچه که در بالای ترازو میگذاره، یعنی عملش، هر کسی را که وزمین شد عملش زیاد باشد، فهو فی عیشة راضیه، پس اون در یک زندگی راضی‌گرداننده هست، یا زندگی که قناعت بخش است. راضیه یعنی زندگی که صاحبش از اون راضی است، زندگی قناعت بخش. و اما من خفت موازینه، و اما هر کسی را که خفت موازینه یعنی سبوک شود موازینش، یعنی اونچه که در ترازو میکشن یعنی عملش، و هر کسی را که کم باشد، کم شود عملش، فامه هاویه، پس جایگاه اون انسان هاویه است، یعنی دوزخ است. هر کسی را عملش کمی کرد پس جایگاهش در دوزخ می باشد. خب این چندین آیت را آورد درباره خوف و رجا جمع کردن بینشان. اکنون میگه والآیات فی هذا المعنى کثیرة، آیت ها میگه در این معنی بسیار هستند، خیلی زیاد آیت ها داره. میگه فیجتمع الخوف والرجاء فی آیتین مقترنتین،
پس گاه میگه جمع می شود خوف و رجا در دو آیتی که به هم پیوست شدگی هستند، یعنی دو آیتی که دمی در دم اومدگی هستند. بعضی وقت میبینیم میگه خوف و رجا در این طور آیت ها جمع شدگی است. او آیاتین، و گاه دیگر میبینیم که در چندین آیت ها دمی در دم هر دی این کلمه رجا و خوف و رجا جمع شدگی هست. او آیاتین، یا گاهی میبینیم که در یک آیت جمع شدگی است خیلی خوف و رجا. یعنی که آیت ها در این باب خیلی زیاد داریم که ما باید هم ترس داشته باشیم از عذاب الله تبارک و تعالی و از عقاب و از غضب الله، و باز امیدوار باشیم به رحمت الله تبارک و تعالی. پس میبینیم هر یک آیت همین طور است، یعنی که الله گفت که ان ربک لسریع العقاب، این برای خوف است، و انه لغفور رحیم برای رجا هست. ان الابرار لفی نعیم رجا است، و ان الفجار لفی جحیم خوف است. فاما من ثقلت موازینه فهو فی عیشة راضیه رجا است، و اما من خفت موازینه فهو هاویه این خوف است. خلاصه ببین هر یک آیت از همین دو بیرون نیست، فهمو؟ یا در یک آیت یک کلمه ذکر می شود یا که آیات های دومی درتم. خب اکنون موضوع آیات ها خلاص شد. میگه که حدیث ها، حدیث 443 حدیث 443 و عن ابی هریره رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت لو یعلم المؤمن ما عند الله من العقوبه، اگر میدانست، لو یعلم المؤمن، اگر میدانست مؤمن، یعنی که اگر آگاه میشد مؤمن ما عند الله من العقاب، آن چیزی که در نزد الله است از عذاب، یعنی آن عذابی که در نزد الله تبارک و تعالی هست، اگر مؤمن آگاه میشد، اگر مؤمن میدانست، ما طمع بجنته احد، یعنی طمع نمی کرد به جنت الله کسی که جنت را نمیخواست. یعنی که وقتی عذاب الله را میبینی، عقوبت را میبینی، پس دیگر جنت را نمیخوای. یعنی که چقدر عذابی و زمین و چقدر مثلا دهشت ها و عقاب های هست، طمع نمیکرد جنت الله را کسی. ولو یعلم الکافر ما عند الله من الرحمه، و اگر که میدانست، اگر که آگاه میشد کافر آن چیزی که در نزد الله هست از رحمت، یعنی آن رحمتی که الله دارد، ما قنط من جنتی احد، ما قنط من جنتی احد، یعنی که ناامید نمیشد از جنت الله کسی. یعنی که الله چنان رحمت دارد هیچ کس دیگر از رحمتش ناامید نیست. با عذابش میبینیم چنان عذاب دارد که انسان حتی طمع نمیکنه دیگر جنت الله را. یعنی در اینجا ببین خوف و رجا جمع شد. لو یعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنت احد، این خوف است. ولو یعلم الکافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنت احد، این رجا است که امیدوار هستیم ان شاء الله که الله ما را در زیر رحمتش میگیره. رواه مسلمون، این حدیث را امام مسلم روایت کرده است. بعد از این حدیث 444 و عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، از ابو سعید خدری رضی الله عنه روایت است که هر رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت اذا وضعت الجنازه واحتملها الناس او الرجال على اعناقهم، اذا وضعت الجنازه یعنی زمان هنگامی که آماده شد جنازه، تیار شد جنازه، واحتملها الناس على الرجال، واحتملها الناس او الرجال على اعناقهم، پس حمل کردن همون جنازه را مردم یا مردها على اعناقهم بر بالای دوششان، بر بالای پشتشان، یعنی بالای دستشان، وقتی که برداشتن. فإن كانت صالحة، پس اگر که همون میت، همون جنازه، همون میت اگر که صالحه باشد، انسان صالح، انسان خیرخواه، انسان نیک باشد، قالت، میگفته است همون میت، همون جنازه میگفته است که قدمونی قدمونی، یعنی زودتر مرا برید، زودتر مرا برید. اگر انسان صالح بود باشد این طور میگفته است که زودتر برید، زودتر برید. و این کانت غیر صالحتین، و اگر که صالح نباشد، انسان طالح، انسان بد، انسان بد کردار باشد، قالت میگفته است یا ویلها، یا ویلها، یعنی که وای بر من، یا ویلها وای بر من، این تذهبون بها، یعنی کجا میبرید من را،
این تذهبون بها بره ترجمه نمیکنیم، برای هم تذهبون میبرید ترجمه میکنیم، بره ترجمه نمیکنیم. این تذهبون بها یعنی کجا میبرید من را. پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه که یسمع صوتها کل شیء الا الانسان، میشنود آواز مرده را تمام چیز مگر انسان. انسان نمیشنود، غیر انسان تمام مخلوقات دیگر، حیوان و پرنده و درنده، این فریاد و فغان و داد میت را میشنود. ولو اگر که انسان بشنود چی؟ انسان چیکار میکنه؟ چرا نمیشنود؟ میگه که ولو سمعه صعقه، اگر انسان بشنود آواز و فریاد و داد و فغان میت را، صعقه بیهوش میشود، از یاد میرود. برای همین خاطر انسان این شنوایی را براش اجازه داده نشده است. انسان نمیشنود، اما غیر از انسان دیگر همه چیز این را میشنود. میگه یسمع صوتها کل شیء، میشنود همه چیز. کل شیء نکره است. و یک از بگید که چرا میگه همه چیز، بگیم کل شیء نکره است، غیر آدمیزاد دیگه تمام چیز میشنود، پرنده و درنده و هر چیزی که وجود دارد میشنود. خب رواه البخاری، این حدیث را امام بخاری رحمه الله روایت کرده کی است. خب حدیث 445 و عن ابن مسعود رضی الله عنه قال، از ابن مسعود رضی الله عنه روایت است که گفت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که الجنة اقرب الى احدكم من شراک نعله، یعنی جنت نزدیکتر است به هر یکی از شما من شراک نعله. شراک یعنی بندی که بندی پاپشی بگیم، نعل پاپشی، شراک نعل یعنی که از بندی پاپشیده، از بندی پاپشیش دویده. الجنة اقرب الى احدكم من شراء نعله، یعنی جنت نزدیک است به هر یکی از شما از بندی پاپوشی هایتون دیده. بندی پاپوشیتون در شما چند تا نزدیک است؟ یعنی در پاتون چسبیدگی است. پس جنت از این دیده نزدیکتر است. جنت از بند کفش هایتان ده به شما نزدیکتر می باشد. و نار مثل ذلك، پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه که و آتش دوزخ هم مثل همین است. دوزخ هم به مثل همین است، یعنی دوزخ هم به مثل همین به شما بسیار نزدیک است. از بندی کفش هایتان دیده براتون دوزخ نزدیکتر می باشد. رواه البخاری، این حدیث را امام بخاری روایت کرده که هست. با همین این باب با آخر رسید. بعد از این بابی فضل بکا من خشیت الله تعالی و شوقا الیه، اینش انشاءالله درسی آینده. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.